سلام دوستان، من ختیم هستم و اهل افغانستان. اگر شما این ویدیوی من میبینین، این اولین ویدیوی ماست که در مورد کسب درآمد از طریق شبکه‌های اجتماعی میخوایم کتان صحبت بکنم. و اگر حتی شمایی که در افغانستان هستین و احساس میکنین که هیچ راهی وجود نداره که از طریق شبکه‌های اجتماعی کسب درآمد بکنین، باز هم شما با کمترین امکان توسط یک دانه تلفن اینترنت میتونین امرار معاش بکنین. و من خودم سال هاسته که در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی از جمله واتناد و تیک تاک فعالیت دارم و در اواخر سال 2021 واقعا وارد کار شدم و اگر صادقانه بگویم درآمد بسیار خوبی هم داره. من در اوایل بر بقیه کار میکردم، با مرور زمان تانستم روی پای خود بیستم و کسب و کار خود را بندازم و خدا را هزار بار شکر درآمد خوبی داره. در آخرم بگویم که اگر شما تمرکز روی ظاهر و لهجه و نو پوشش ما دارین، بهتره که بزنین اسکرول برین جای دیگه. ولی اگر تمرکزتان روی محتواست، براتون میگم که شما در جای بسیار خوبی هستین. دیگه اینکه ما در اینجا براتون قدم به قدم براتون توضیح میدیم، یادتون میدیم که چطور از طریق شبکه‌های اجتماعی پول در بیارین، چه تولید محتوا باشه یا فروش آنلاین، چه کسب و کار از خودتان باشه یا بخواین بر کس دیگه کار بکنین.